درود بر شما. به کانال ما خوش اومدید. امروز میخوام خلاصه کتاب عادتهای اتمی اثر جیمز کلیر رو تقدیم کنم. چجوری با تغییرهای کوچیک زندگی بزرگی بسازیم؟ یه سوال. آیا تا به حال تصمیم گرفتید زندگیتون رو تغییر بدید اما بعد از چند روز دوباره به عادتهای قبلی برگشتید؟ خیلی از ما فکر میکنیم برای موفق شدن باید تغییرهای بزرگ و سخت ایجاد کنیم. اما جیمز کلیر نویسنده کتاب عادتهای اتمی معتقد راز موفقیت در تغییرهای کوچیک اما مداومه. ایشون میگه اگه هر روز فقط 1% بهتر بشید، در پایان یه سال به فردی کاملا متفاوت تبدیل میشید. مشکل بیشتر افراد این نیست که هدفهای بزرگی ندارن. مشکل اینه که سیستم مناسبی برای رسیدن به اون هدفها نمیسازن. مثلا یه نفر میگه میخوام وزن کم کنم. اما کسی که از روش عادتهای اتمی استفاده میکنه میگه من کسیم که هر روز از بدنم مراقبت میکنم. تفاوت این دو جمله در هویته. و حالا قانون اول. تغییر رو از هویت شروع کنید. جیمز کلیر میگه 3 سطح برای تغییر وجود داره. سطح اول نتیجه ها. مثل کاهش وزن، پول بیشتر، یادگیری زبان یا موفقیت کاری. سطح دوم فرایندا. یعنی کارهایی که هر روز انجام میدیم. و سطح سوم هویته. یعنی اینکه خودمون رو چجوری میبینیم. بیشتر افراد از نتیجه شروع میکنن، اما تغییر پایدار از هویت آغاز میشه. به جای اینکه بگید من میخوام کتاب بخونم، بگید من یه فرد اهل مطالعه‌ام. به جای میخوام ورزش کنم، بگید من کسیم که به سلامتی خودم اهمیت میدم. وقتی یه رفتار تبدیل به بخشی از هویت شما بشه، انجام دادن اون آسان‌تر میشه. و حالا راهکار عملی. امروز یه جمله بنویسید. من کسی هستم که و عادتی رو که میخواید بسازید به هویت خودتون مرتبط کنید. مثلا من کسیم که هر روز برای رشد خودم وقت میذارم. حالا 4 قانون ساختن عادتهای خوب وجود داره. جیمز کلیر 4 قانون معرفی میکنه که هر عادتی رو میشه با اون ساخت. قانون اول اینه که اون رو واضح کنید. مغز ما عاشق الگوهاست. هرچی یه رفتار واضح تر باشه، احتمال انجام اون بیشتر میشه. مثلا اگه میخواید صبح زود ورزش کنید، لباس ورزشی خودتون رو شب قبل آماده کنید. اگه میخواید کتاب بخونید، کتاب رو جایی بذارید که همیشه ببینید. تکنیک برنامه ریزی مشخص. دوستان به جای اینکه بگید بیشتر مطالعه میکنم، بگید هر شب ساعت 8 بعد از نوشیدن چای 10 صفحه کتاب میخونم. زمان و مکان مشخص احتمال موفقیت رو بیشتر میکنه. و اما قانون دوم میگه اون رو جذب بکنید. ما معمولاً کارایی رو انجام میدیم که برامون احساس خوبی ایجاد میکنن. برای ساختن یه عادت اون رو با چیزی که دوست دارید ترکیب کنید. مثلا اگه دوست دارید فیلم ببینید، به خودتون بگید بعد از 30 دقیقه مطالعه یه قسمت از سریال مورد علاقه‌مو میبینم. این کار باعث میشه مغز شما عادت جدید رو با احساس مثبت ارتباط بده. و قانون سوم، اون رو آسون کنید. یکی از اشتباهات رایج ما اینی که برای شروع یه عادت هدف خیلی بزرگی تعیین میکنیم. مثلا کسی که سالها ورزش نکرده تصمیم میگیره هر روز 1 ساعت ورزش کنه. چند روز اول با انگیزه زیاد شروع میکنه. اما چون این کار براش سخته، خیلی زود کنار میذاره. جیمز کلیر میگه بهترین راه برای ساختن یه عادت جدید شروع کردن با کوچکترین قدم ممکنه. اگه میخواید ورزش کنید، فقط با 5 دقیقه شروع کنید.
اگه میخواید کتاب بخونید، فقط یه صفحه بخونید. اگه میخواید زبان یاد بگیرید، روزی فقط چند کلمه جدید یاد بگیرید. دوستان، هدف این نیست که در روز اول عالی باشید. هدف اینه که عادت رو در زندگی خودتون جا بندازید. و حالا قانون 2 دقیقه‌ای. یکی از معروف ترین تکنیک های این کتاب قانون 2 دقیقه‌ایه. یعنی یه عادت جدید رو اونقدر کوچیکش کنید که انجام ندادنش سخت‌تر از انجام دادنش باشه. مثلا به جای هر روز 1 ساعت مطالعه میکنم، شروع کنید با فقط 1 صفحه کتاب میخونم. به جای هر روز خونه رو کامل مرتب میکنم، شروع کنید با فقط 1 قسمت کوچیک رو مرتب میکنم. شروع کوچیک مسیر رو برای ادامه دادن هموار میکنه. و قانون 4 میگه اون رو رضایت بخش کنید. مغز انسان به دنبال پاداشه. وقتی بعد از انجام یک کار احساس خوبی داشته باشیم، احتمال اینکه اون رو دوباره انجام بدیم بیشتر میشه. برای ساختن عادتهای خوب، بعد از انجام اونا به خودتون یه حس موفقیت بدید. مثلا بعد از ورزش توی تقویم یه علامت بزنید. بعد از مطالعه روزانه تعداد صفحات خونده شده رو ثبت کنید. دیدن پیشرفت‌های کوچیک به شما انگیزه ادامه دادن میده. اما برای از بین بردن عادتهای بد باید برعکس عمل کنیم. و قبل از اینکه به مورد بعدی بپردازیم، دوست عزیزم، برای اینکه انرژی بیشتری بگیرم، لطفاً اگر این مطالب رو دوست داشتی، لایک رو فراموش نکن، این کانال رو سابسکرایب کن و برای دوستانت بفرست. و حالا چجوری عادتهای بد رو از بین ببریم؟ جیمز کلیر میگه برای ترک یه عادت خوب 4 قانون رو برعکس کنید. مورد اول میگه اون رو نامرئی کنید. اگه میخواید کمتر از تلفن همراه استفاده کنید، اون رو کنار خودتون نذارید. اگه میخواید کمتر شیرینی بخورید، اون رو جلوی چشمتون قرار ندید. محیط ما تأثیر زیادی روی رفتارمون داره. مورد دوم میگه اون رو غیر جذاب کنید. به جای تمرکز روی لذت کوتاه مدت یا عادت بد، به نتیجه منفی اون فکر کنید. مثلا استفاده بیش از حد از گوشی شاید در لحظه لذت بخش باشه، اما باعث از دست دادن زمان، تمرکز و آرامش میشه. و مورد سوم این که اون رو سخت کنید. موانع کوچیک ایجاد کنید. مثلا برای باز کردن شبکه‌های اجتماعی از حساب کاربری خارج بشید یا زمان استفاده رو محدود بکنید. مورد 4 اون رو ناخوشایند کنید. برای خودتون یه قانون بذارید که شکستن عادت رو سخت‌تر بکنه. مثلا با یه دوست قرار بذارید که اگه برنامه روزانه‌تون رو انجام ندادید، باید کاری که دوست ندارید رو انجام بدید. و یه مورد دیگه در این خلاصه کتاب وجود داره. قدرت محیط در ساختن عادت‌ها. یکی از پیام‌های مهم کتاب اینه که فقط به اراده خودتون تکیه نکنید. محیط شما میتونه شما رو به سمت موفقیت یا شکست هدایت کنه. اگه اطرافتون پر از عوامل حواس پرتی باشه، مقاومت سخت‌تر میشه. اما اگه محیط رو برای موفقیت آماده کنید، انجام کارهای درست آسان‌تر میشه. مثلا اگه میخواید سالم‌تر غذا بخورید، خوراکی‌های سالم رو در دسترس قرار بدید. اگه میخواید مطالعه کنید، یه فضای مشخص برای کتاب خوندن ایجاد کنید. اگه میخواید آرامش بیشتری داشته باشید، یه زمانهایی بدون تلفن همراه برای خودتون بسازید. و حالا مهمترین پیام کتاب عادتهای اتمی. تغییر واقعی یه اتفاق ناگهانی نیست. زندگی ما نتیجه هزاران انتخاب کوچیک روزانه است. هر بار که یه انتخاب بهتر انجام میدیم، در حال ساختن نسخه جدیدی از خودمون هستیم. لازم نیست امروز همه چیزو تغییر بدید.
فقط یه عادت کوچیک انتخاب بکنید و اون رو هر روز تکرار بکنید. چون موفقیت نتیجه یه تصمیم بزرگ نیست. نتیجه عادتهای کوچیک و مداومه. اگه امروز فقط یه قدم کوچیک بردارید، فردای شما میتونه متفاوت باشه. ممنون که تا پایان این خلاصه کتاب همراه ما بودید. اگه این ویدیو برای شما مفید بود، لایک کنید و برای دریافت خلاصه کتابای کاربردی بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.